سر رفاق طوفان خاموش هستم. اومدیم ویدیوی جالب و جذاب دیگه. آقا اومدیم کاستوم 2 به 2. من و یکی از رفیقام، اونو یکی از رفیقاش. خودم هم نفهمیدم چی گفتم دیگه. اومدیم کاستوم دیگه. بازشون هم خوبه. من بازی یکیشو دیدم، بازی یکیشو نه. حالا شده که بیان. به خدا طوفان رحم نداره. یار منو میزنی؟ بیا اپاش نمیخوام بکنم. مثلا نامردی خالص از پوی زدن. خوشم نمید. یار من دست به رفیق من نزنه. چی کجایی داداش؟ کجایی ناموسه؟ بیا داداش بیا. من اینجام. چرا هیچ کدومتون نمیاد؟ من نمیخوام پشت بزنم. به خدا یه کاری داریم میتونیم بزنم. دو به تک چتونه؟ یه دیگه به خدا ورشتم. خدا یه دیگه ورشتم. چتونه آجی؟ دشمن این رفیق کی میگه؟ ای خنده نزن آجی. خنده ببین. ای بابا چه خنده میزنه بچه ها. یه بلای سرش بیارم تو تاریخ ثبتش کنم. یه دقیقه واسه کی خنده میزنی حاجی؟ بچه ها من اگه اینو نزنم، همین دنسو برش نزنم، هر چی خواستید ببینید. ببین من از اولش خواستم 2 به تک نزنم فلان پسا. آقا اینا 2 به تک ریختن رو من. چرا همه ندارم؟ چه وضع خرابیه؟ آقا بیا جا داشت. کجایی؟ بیا حاج. من خوشم نمیاد چه باید اصلا. چه باید یه وقت من اینجا راحت شما رو میزنم. ببین بزنم کله یه دوتاتون رو بپرونم. کجا؟ بزنم بچه. بزن اینو آدم نمیشه. فشاری چرا دارم میزنم آجی؟ ببین این کارو نکن که ازی میشم. بعد این کارو گلم رو بیا. بچه من نمیخوام 2 به تک کنم. اصلا خوشم نمیاد از پشت بزنم. اینا دارن نامردی میکنن. اینا بابا که دارن نامردی میکنن حاجی. من نمیتونم این کار کنم. به خود نمیخوام از همچه بازی خوشم. اینا از اینجا میگم من راحت میزنم. از اینجا نیان از اونجا، از اونجا نیان از اینجا. واقعا منتظرن ما راش بدیم بچه. به خدا از اینا بخورم. ببین یه جور دنسنده میزنم خودم توش کنم. اگه نزدن برم بچه این رفیقشو بزنم. تک به تک بنازم. راش به این میگم. توش کجا دادش؟ تو جلی نیه دادش. من کجا؟ این یارو کجا؟ من برم از این نیست. وای چته حاجی؟ این چیه حاجی؟ اومدی به خدا کاستوم وانشات چت. چه وضعیت خرابی. رستوران یارم حاجی. خب من جلو دارم فایت میدم حاجی. چتونه حاجی؟ بازی اینا رو ناموسن 2 به تک بیاره منو نزن. فهمیدی داشت؟ 2 به تک نزن دیگه. من بخوام 2 به تک بزنم بعد از پشت میزنم. تو چه کار میکنی؟ مثلا 2 به تک وضع خوبی نیست. بیاد خوردنم. ولی خب چرا رفیقون دارم. اینقدر بدم میاد دیزل میزنم میخوره نمیمیرم. اینا رو من سر همون یک باید جایگاه اصلیشون قرار بدم. خیلی پرروشتن. من هیچ کاری ندارم. اینا پی برش نمید. چرا انگار آدم با دیزل بازی کنم. حالتی یار خود من بشه. حالا حرفی نمیشه.
دیدید یعنی میخوان فقط یکیمونو تکی گیر بیارن، دوتایی بریزن روش ای فشاری بزنن. بازیشون خوبه ولی خب مثلا همکارشون خوبه. چه وضعی شدی داداش بیا کجایی خدا که شما خوش نزدید منو همینجا هنو نه خجیر نمیزنم به این راحتی لا بدین پس یکیش اینجا اوه اوه بزنم ولی جرم آجی یارمون میزنتش آجی انقدر هم نیستیم که دیگه آجی دو به تک بکنیم باش بزنیم آجی نزدیش نزدش ببین بزنم کلشه بهتره کنم بوم 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 حالا من چه ناموسا این چه وضعیت بود پلیره جوری خط گرفته خط خود خط نگرفته آجی من چه دارم تو میزنم داداش ما هر این کارا نیستیم یارم میگو زوم کشیش کن تو دیگه ما رو بزنیم و باید بریم بیم اون زمان دیگه خیلی زیاد شد آقا بیاین دیگه یه بازی دو ساعت طول میکشه زمان ویدیو خیلی بشه 20 دقیقه این تو که معلومه 3-1 کنم 30 دقیقه رد کن ولی نه تو همین 15 دقیقه میرسونه میشه اصلا ببین من الان تو داری راش میدی من مثل آب میکنم بزنم به خدا به خدا میتونم ببین میخوره نمیمیره بدم از این زورم از این میخوره نمیمیره خودشه خود خب من الان دو به تک ریختین روی بار من که چی دست از سر روی بار من دو به تکی و کله تو رو بکنم آجی بزنمش میزنمش نه رسید کوست رو یارم ای تو نیستم ببین دیگه دنس خنده نیاین بزنیم هم بزنم کن اوه باره بردیم اینو 2 روز طول میشه ای تو نیستم آره زنگ بزن گوش کن تو نیستم تو نیستم ای تو نیستم آره زنگ بزن گوش کن خنده حالا راند اول میارم جلوتون یعنی اصلا اون دلیل خنده رو من نمیفهمم حالا چون نگید علی ازیه و اینو خنده میزنه سر میبره نه چون که از اول دیدی داشتم خنده میزنم یعنی شدیم 1-0 نه آره 1-0 اومد خنده من گفتم چتونه اون گفتم بزنم یعنی نمیذارم بزنی جوری خنده هم بارونتون میکنم آجی ناموسم جون چنه من این بازی قبول ندارم این سگ جون عالمه
ببین الان 2 به تگ الان چرا یکی داره از این وری که از اون هم میزنه. خب الان من تو یخ خودم هم گیر کردم آجی. تو آخه میخوای منو بزنی یارم این که پویز دار کجا بزنم کجا یاجی ای خدایا همین بود خنده میزد الان میشناسم ولی خب کارت زشت بود منم کارم زشت دارم. خب این کجاست آجی این یکیه کجا بکنم داری یارمو میزنم 2 به تک خوشم نمید داری تک به تک یه دست بزن نمیتونه یارمو بزن و یارم دمیج آجی این کار کنم زدش چه وضع خرابی چرا یار من داره اینطور بازی میکنه این خدا زده الان زوم کش میشه کجا نیاره کجا هستم میگم ببین زوم کش نکن حاجی یعنی زوم کش میخواست بکنه زوم کش شد حاجی تفنگا رو نمیخوام چرا میای تو جویم بس پسم میکنی بچه مردم بزنه چی بود من بهرش داد بیرون این مزخرف بیار ما داره چی میخواه برو راش برو ولی ماشاءالله تعهد اعتقادیشون خیلی خوبه لاشی بازی هم از 100 2 به تک هاشون یکی شب باشه که جلو ریخته بود من نمیزنم ایشون 2 به تک نزنم این یکی میاد و دیگه قدرت مزخرف بزن باز دوباره جونش الان شد رو 10,000 ببین بهم گفت تو این بازی بزنم اوه چه میخوره این بازی کن ببین 2 تا تیره داری بزنم ولی همون 2 تا تیره میزنم تو میسکال حالا زنگ بزن بوش ببین خودت خطریم کردی من اصلا نمیخواستم اینطور بازی کنم بیا اون یکی کجا اونم این زد اوف یارم داره از خنده میزنه اوف چه 1-0 ادعایی نیست ولی از خنده هیچ وقت برای هیچ کسی جدی دارم میگم اصلا یکی داره انگار آدم بازی میکنه خب از خود من راند اول اصلا انگار آدم بازی میکردم یون دماز داره دانس خانده زدن اون دانس خانده 1-0 هم حالا مثلا زمان که بخواد چی کنی دانس خانده و همه دانسی رو ما خالی کرد خدا ازی شدم الان تقدیم اونا رو دارم یارو از اون فشوری بزن پارش کنیم ایخ من الان بزنمش نمیمیره پس حال زدن میتونم ندارم باشم میام از این روی اوه از این چیا نداره ببین کنم با یه تیر الان بمیره الان میزنم چتون چه دوتاتون زون گرین رو من الان یعنی چی خیلی پرو هستیم برو بزن اون شوی داری چون گرین من فینیش فقط امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومد بشه مخلص همتونیم تا ویدیو بعدی لایک کامنت
دنبالم بکنید حتما. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.